طی چندین سال است که اصلا موضوع بحث روزنامه‌نگاران و مقامات قدرتی تاجیکستان نیز هست. ما مثال زیادی آورده میتونیم که مثلا میگم که ما در مثلا اگر کسی رو با نیت گمانبر دستگیر شد، مثلا در همون لحظه در سایت های مثلا همه مقامات ها پیدا میشن، مقامات های قدرتی که به این سر و کار دارن. لیکن تا سود علاقه این اخبار در همه جا می رود که همین آدم گمانبر است. بیشتر اینجا کمتر معنی سیاسی گرفته است در این چون پیش از انتخابات است و هر اظهاراتی که در عرفه انتخابات داده میشد مثلا جنبه سیاسیش زیادتر می شود. لیکن به هر صورت این مسئله خیلی جدی است. این اصلا درباره حفظ حقوق انسان می رود. حفظ حقوق انسان از دوره‌ای که مثلا او اگر یگان مقامات دستگیر کرد که علاوه بعد 5 دقیقه در تمام جا پیدا میشد که این آدم با گناه جرمی مثلا یگان قانون شکنی دستگیر شده است. لیکن وقتی که اخبار پخش شد بعد یک هفته میبینین که اون آدم از آزاد شده است یا اینکه گناهش اثبات نشده است. و همین خاطر این یک مشکلات خیلی سختی زمان جهانی شوی اخبار است که ما از این چیز اندیشه های زیاد داریم و نمیدونیم که تا کدام درجه همین چیز حل کرده توانیم. از جانب دیگر مثلا مقامات قدرتی هم میگن که ما امروز اگر رو دستگیر کردیم و گمانبر است، ما میتوانیم که با نگاه گمانبر اون با روزنامه ها یا که در سامانه ها چاپ کنیم. لیکن از جانب دیگر اون آدمی که همچون گمانبر است هیچ کس به گمانبری و نمیخواند، یعنی که در همه جا نامی وی میرد که وی معلمی فلان جا است یا اکادمیکی فلان جا است، یعنی که خود گناهی وی اثبات نشده علاقه وی در جمهوری همچون گناهگار محسوب کرده می شود. و همین خاطر هم این اظهارات باید پیشتر می شد، چون در عرفه انتخابات که از سوء استفاده بعضی دایره های خود هم ژورنالیستان و هم سامانه ها شده است. اینقدر حاضر ژورنالیستان ما این جنبه سیاسی داده ایستند. لیکن ما بیشتر با این چیز برای من مهمتر اون است که حقوق شهروند عادی نه تنها در عرفه انتخابات در همه دوره رعایت شود یا اینکه همون حقوقش حمایت گردد.